خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان متن قرار و فرمانهای تغییرات کادری روز 27 ینوار را نشر کرد. طوری از این سندها برمی آید اکثر رئیسان برکنار شده به استثنای شهردار امکنون سابق وحدت رحمانعلی امیرزاده و معاون رئیس برق تاجیک موجوده خالقزاده که به نفقه گسیل کرده شدند به منصب‌های نو تعیین شدند، از جمله میرزا اسماعیل زاده که همراه سه معاونش موجوده خالقزاده، محمد غلامزاده و محمد عمر اساسزاده از روبری شرکت برق تاجیک برکنار گردیده بلافاصله به جای امیرزاده رئیس شهر وحدت تعیین شده است. اساسزاده که تا حال معاون اول اسماعیل زاده بود به جای او رئیس نو برق تاجیک تعیین گردید. شریف جان جمعه‌زاده از مقام رئیس شهر ایسار برکنار و بلافاصله رئیس کمیته رشد محل تعیین شده است. قاسم روبر که تا کنون ریاست این کمیته را به دوش داشت با جمعه‌زاده جای عوض کرده رئیس شهر ایسار تعیین شده است. سنت الله سعیدزاده که معاون مدیر خواجگی دستگاه پرزیدنت بود به جای مظفر سلیمانزاده شهردار نو روغون تعیین گردیده. خیرالدین عثمانزاده به جای خورشید زیا رئیس مرکز تحقیقات استراتژی و امام الدین ستارov سفیر تاجیکستان در آلمان تعیین گردیده. غیرتشاه صاحب نظر قناعتشاه به سبب به کار دیگر گذشتن از وظیفه سفیر تاجیکستان در آلمان و پولشا آزاد کرده شد. امام الدین ستارov که از دیپلمات‌های سابقه‌دار تاجیکستان است و از سال 2013 تا 2021 سفیر تاجیکستان در روسیه بود، از آن پیش الکی چندین سال سفیر تاجیکستان در برلین بود. همین طور میرحیات یعقوبزاده از مقام معاون رئیس بانک ملی، جمشید تبرزاده از مقام مدیر کل کارخانه واحد دولتی خواجگی منزلی و کمونالی و امیرخان قربانزاده از مقام معاون اول شهردار دوشنبه آزاد کرده شدند. تبرزاده بلافاصله معاون اول رستم امامعلی در شهردار پایتخت، قربانزاده معاون رئیس ولایت ختلان تعیین گردیده. عثمان دولتزاده به مقام مدیر کل کارخانه واحد دولتی خواجگی منزلی و کمونالی تعیین کرده شده است. تغییرات کادری در حکومت تاجیکستان 2 روز باز ادامه دارد. امامعلی رحمان روز 26 ینوار سلیمان ضیازاده را معاون سروزیر و سعدی کریمزاده را به جای او وزیر کشاورزی تعیین کرده. همچنین رئیسان نو شهرهای بوستان و گلستان و نویه اشت را تعیین کرد. روز 26 ینوار همچنین ظریف میردادا و دوران زایدزاده معاونان رئیس ولایت سوخت تعیین شدند.